مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در جلسه دیگر از جلسات پیرامون شناخت سیدنا عثمان بن عفان همه شما را خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون تولد و نام و نسب و کنیه و لقب و صفات خلقی و همچنین خانواده سیدنا عثمان بن عفان اشاره نمودیم. حالا جایگاه سیدنا عثمان قبل از اسلام. گفتیم که سیدنا عثمان رضی الله عنه دارای چی جایگاهی بودن قبل از اسلام؟ هنوز که مسلمان نشده بودن، هنوز که به اسلام ایمان نیاورده بودن، هنوز که اسلام نبود. سیدنا عثمان در دوران جاهلیت دارای چی ویژگی ها و دارای چی مقام و منزلت در بین عرب داشتن؟ سیدنا عثمان در آن دوران، یعنی دوران جاهلیت، جزء بهترین افراد قوم خود بودن. خیلی مهمه. جزء بهترین افراد قوم خود سیدنا عثمان بن عفان در دوران جاهلیت. یعنی چی؟ یعنی صاحب قدرت بودن، صاحب ثروت بودن و با حیا بودن. سیدنا عثمان بن عفان در دوران جاهلیت که اکثر محافل و مجالس که در دوران جاهلیت صورت می گرفت مملو از لهو و لعب و اینها بود. سیدنا عثمان به مجالسی که لهو و لعب بود شرکت نمی کردند. خیلی مهمه. در دوران جاهلیت سیدنا عثمان بر علاوه که خودشان کار لهو و لعب انجام نمیدادن، در محل و محفل و مجلس و جایگاهی که اعمالی که لهو و لعب و کارهای بیهوده صورت میگیرفت و کارهای زشت و ناروا صورت میگیرفت، سیدنا عثمان شرکت نمی کردن. سیدنا عثمان در دورانی که به اطراف کعبه 360 بت گذاشته بود، سیدنا عثمان بت سجده نکردند، چون الله سبحانه و تعالی برای هر انسان بزرگترین نعمت عقل را داده. سیدنا عثمان از این نعمت الهی درست استفاده میکردن و فکر میکردن که من این سنگ را سجده کنم، من این بت را سجده کنم، من بالاخره این درخت و این
شجر و بالآخره این حجر را سجده کنم، این سنگ و این چوب و اینها نتیجهش چی؟ ثمرهش چی؟ به خاطر چی؟ سیدنا عثمان در دوران جاهلیت بت سجده نکردن. اعمالی که در دوران جاهلیت چنان عرف شده بود، چنان عادت شده بود که اینها جز عیوب نبود. بت سجده کردن بت بر علاوه که عیب نبود عبادت بود. شراب نوشی به اوج خود رسیده بود، زنا به اوج خود رسیده بود. ولی سیدنا عثمان بن عفان شراب ننوشید در دوران جاهلیت. خود سیدنا عثمان نقل میکنه که من بت سجده نکردم، من شراب ننوشیدم. سیدنا عثمان رضی الله عنه در دوران جاهلیت خودش میگوید که من زنا نکردم. اینها خیلی مهمه. یک انسانی که در دوران زندگی کنه که جهل به اوج خود رسیده، ظلم به اوج خود رسیده، بت پرستی به اوج خود رسیده، شراب و قمار و زنا به اوج خود رسیده، سیدنا عثمان بن عفان نه بت سجده کرد، نه شراب نوشید، نه زنا کرد. و همچنین در بعضی اقوال که میاره که سیدنا عثمان بن عفان بالآخره به خیلی از اعمالی که در دوران جاهلیت انسانهای بدبخت و شقی آن زمان که انجام میدادن، سیدنا عثمان بن عفان حتی از این اعمال متنفر بود. و همچنین از خصوصیات سیدنا عثمان بن عفان که در دورانی که مسما شده بود دوران جاهلیت، باز هم سیدنا عثمان به علم و به معرفت و به اینها آشنایی داشت. سیدنا عثمان بن عفان بی سواد نبود، نادان نبود. سیدنا عثمان بن عفان به علوم و معارف آن روزگار عرب اطلاع داشت و آگاهی داشت، مثل علم انساب، تاریخ قبایل عرب. اینها را سیدنا عثمان خوب میدانست و خوب درک میکرد. سیدنا عثمان بن عفان اهل سفر بود، سفر میکرد، طرف شام میرفت، طرف حبشه میرفت. سیدنا عثمان بن عفان تجارت میکرد، تجارت پیشه بود، تجارت را از پدر خود به ارث برده بود، پدرش یک انسان تاجر بود. سیدنا عثمان بن عفان شخصیتی بود که از زعما و از بزرگان و یا از سرمایه‌داران بزرگ عرب در دوران جاهلیت بود. اما با آن دورانی که همه غرق گناه و معصیت و ظلم و ستم بودن، سیدنا عثمان بی حیایی به اوج خود رسیده بود. ولی عثمان بن عفان در دوران جاهلیت با حیا زندگی می کرد. الله اکبر. عقل بهترین نعمت هست. خیلی از انسانهای امروزی نگاه می کنیم که چنان ضرر بر خود روا داره که پول میده ضرر برای خود میخره. اینهایی که به اعمال گوناگونی دچار هستن، آنهایی که به گناه و معصیت سرمایه گذاری میکنن. یک مثال جزئی، حالا او کسی که معتاد شده که رفته بدبخت و شقی، این اعتیادی که پایین ترین اعتیاد هست. بعضی انسانها سیگار در وجود چی فایده داره؟ به عقل چی فایده داره؟ فایده اش به وجود انسان چیست؟ پول بدی؟ بیا قلب خود را بسوزان و سیاه کن، بیا وجود خود را با دود کثیفش آلوده کن. همه را میفهمی، همه را میدانی. شریعت اجازه نداده، اطبا اجازه نداده، عقل اجازه نمیده. و از بعضی انسان ها طرف گناه و معصیت روان هست، پول میده، گناه را برای خود میخره. سیدنا عثمان در دورانی که قرآن نازل نشده بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث نشده بودند، در دوران زندگی میکند که دوران جاهلیت
این دوران است که دوران جهل، دوران کفر، دوران ضلالت، دوران است که نیاز به یک پیامبر اولوالعزم نیاز دارد به نزول کتاب همچون قرآن. باز هم سیدنا عثمان از عقل سالم و سلیم خود استفاده میکنه و در آن دوران با حیا زندگی میکنه، بت پرستش نمیکنه، زنا نمیکنه، دزدی نمیکنه، شراب نمی نوشه. الله اکبر، فدای آن حیای تو ای عثمان من. جایگاه سیدنا عثمان ابن عفان به نزد قریش، عرب، مردمی که به هیچ کس رحم نمی کردن، ولی چنان احترام و محبت به سیدنا عثمان ابن عفان دارن که چی میگوین؟ هنگامی که جایگاه سیدنا عثمان را ببینید به نزد قریش، وقتی که پدر و مادران یعنی والدین میخواستن برای فرزندان خود وانمود کنن که من فرزندم تو را دوست دارم، چی میگفتن؟ میگفتن فرزندم من تو را آنقدر دوست دارم که قریش عثمان را دوست دارد. سیدنا عثمان چنین جایگاهی دارد. این جایگاه سیدنا عثمان قبل از اسلام، قبل از نزول قرآن، قبل از بعثت رسول صلی الله علیه و سلم، دورانی که شراب نوشی و قمار و زنا و بت پرستی همه به اوج خود رسیده بود، سیدنا عثمان چنین زندگی می کند. این جایگاه سیدنا عثمان ابن عفان قبل از اسلام. حالا اسلام آوردن سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه. سیدنا عثمان به سن 34 سالگی رسیده بودن. به کاروانی از کاروانهایی که به طرف شام و به طرف حبشه و اینها روان بودن، وقتی برمیگشتن در مسیر راه در جای شب برای استراحت کاروان را خوابانده بودن و در حالت استراحت و اینها بودن. سیدنا عثمان میگوید که در آن شب که ما استراحت بودیم و در حال خواب بودیم که یک آواز بلند شد. آوازی را شنیدم که صدا می کند ای غافلان بلند شوید که احمد در مکه برانگیخته شد. سیدنا عثمان ابن عفان با سرعت و با عجله خود را به مکه می رساند. هنگامی که سیدنا عثمان ابن عفان به مکه می رسد، با سیدنا ابوبکر الصدیق ملاقات می کند و سیدنا ابوبکر الصدیق عثمان ابن عفان را دعوت می کند به اسلام و بدون درنگ، بدون مکس، سیدنا عثمان ابن عفان ایمان می آورد و اسلام را قبول می کند و جزء سابقون الاولون می شود. سیدنا عثمان انسان ساده‌ای نبود، انسانی بود که همه چیز را به تدریج با فکر و اندیشه بدون عجله و بدون فکر کار را انجام نمیداد. سیدنا عثمان خوب فکر میکردن، عجله نمیکردن و در این قضیه چون سیدنا عثمان ابن عفان گفتیم که
از عقل خدادادی که الله برایشان داده بود درست استفاده میکردن، با مجردی که اون آواز را شنیدن، به مجردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق وقتی ایمان آورد و ابوبکر صدیق آمد به حضرت عثمان گفت، در این لحظه عثمان ذی جا در جا حق و باطل را از هم تشخیص داد و بدون مکس و بدون درنگ شهادتین را عرض کرد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سیدنا عثمان ایمان می آورد. وقتی که سیدنا عثمان ایمان آورد، طبعا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنهایی که میگویند پروردگار ما الله است باید استقامت بجویند و در راه دین استقامت کنند. ازدواج سیدنا عثمان بن عفان با رقیه و هجرت سیدنا عثمان به طرف حبشه انشاءالله بعد از میان برنامه بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا خدمت همه بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون جایگاه سیدنا عثمان بن عفان قبل از اسلام و همچنین اسلام آوردن سیدنا عثمان بن عفان اشاره مختصری نمودیم. سیدنا عثمان بن عفان وقتی که اسلام می آورن و مسلمان می شوند، از شخصیت های گفتیم که از لحاظ قدرت و ثروت و سرمایه و زیبایی و الله سبحانه و تعالی همه زیبایی های خلقی و خلقی را برای سیدنا عثمان بن عفان عطا کرده بود. ازدواج سیدنا عثمان بن عفان با رقیه دختر رسول صلی الله علیه و سلم، با دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم، رقیه و ام کلثوم، این دو دختر نازنین رسول صلی الله علیه و سلم، این جگرگوشه های رسول صلی الله علیه و سلم، اینها در عقد عتبه و در عقد عتیبه فرزندان ابولهب قرار داشتند. هنگامی که سوره مسد یا سوره تبت نازل می شود، تبت یدا ابی لهب و تب، در این وقت ابو لهب
و همسر ابو لهب که جمیل بود حساس می شوند نسبت به نبی کریم صلی الله علیه و سلم و نسبت به خانواده نبی کریم صلی الله علیه و سلم. ابو لهب، خصوصا همسر ابو لهب، میخواست به یک راهی، به یک طریقی انتقام بگیره. میخواست که برای دیگران نشان بده که ما محمد را صلی الله علیه و سلم، محمد را خار میکنیم و ذلیل میکنیم، نعوذ بالله من ذلک. بعداً ابو لهب و همسرش بر فرزندان خود دستور دادند که شما این دو دختر پیامبر را طلاق بدهید و رها کنید. رقیه و ام کلثوم با یک روز نکاح می شوند و با یک روز طلاق می شوند. نکته بسیار مهم، الله سبحانه و تعالی به خاطر حفظ خاندان پیامبر، آل پیامبر، طلاقی که صورت میگیره قبل از همبستر شدنه. فرزندان ابو لهب با دختران رسول صلی الله علیه و سلم همبستر نشدن، طلاق شدن. این حفظ و این پاکی و این لطف الهی بر خاندان رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که جدا میشن، خاری و ذلت و شقاوت و بدبختی بیشتر و بیشترتر دامنگیر ابو لهب و خانواده ابو لهب و اینها میگردد. وقتی که اینها را فرزندان ابو لهب طلاق میدهند، سیدنا عثمان ابن عفان به خواستگاری رقیه روان میکند. نبی کریم صلی الله علیه و سلم قبول میکنن و حضرت رقیه به عقد نکاح عثمان ذوالنورین، عثمان ابن عفان در می آید. شاعر عرب چی زیبا میگه؟ حضرت رقیه زیبا بودن، سیدنا عثمان هم زیبا بودن. میگوید احسن زوجین رآهما انسان رقیه و زوجها عثمان. حالا دیگه بهترین وصلت صورت گرفته، دو زیبا با هم رسیدن. این دو زیبایی که هیچ چشم چنین تا به حال ندیده، اینها کیا هستن؟ این دو زیبا و این وصلت زیبا و این پیوند زیبا، رقیه و زوجها عثمان. زیباترین انسان، ثروتمندترین انسان، با اخلاقترین انسان، لا اله الا الله. ابو لهب و ام جمیل فکر میکردن رقیه خار میشه، فکر میکردن رقیه یعنی بدبخت میشه در به اصطلاح امروزی. الله سبحانه و تعالی بهترین رو به بهترین میرسانه. رقیه زیبا بود، به مرد زیبایی همچون عثمان وصل میشه. قدرت داشت، ثروت داشت، زیبایی داشت، جوانی داشت، حیا داشت، شجاعت داشت، همه زیبایی ها در وجود، همه اوصاف جمیله در وجود سیدنا عثمان ابن عفان و در وجود رقیه قرار داشت. اینها کنار هم قرار گرفتن که شاعر عرب میگه که احسن زوجین رآهما انسان رقیه و زوجها عثمان. الله اکبر. چقدر خدیجه الکبری خوشحال میشه. ام جمیل میخواست که خدیجه الکبری رنج ببره در از این قضیه. الله سبحانه و تعالی حبیب خود را، زوجه حبیب خود را، همه را خوشحال کرد با این تصمیم سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، رضی الله تعالی عنهما.
الله سبحانه و تعالی از هر دو راضی باشه و از هر دو هم راضی هست، از حضرت رقیه و حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنهما. عبدالرحمن ابن عثمان قریشی نقل می کند که روزی نبی کریم صلی الله علیه و سلم وارد منزل سیدنا عثمان شدن. دیدن که رقیه سر عثمان ذی النورین را در حال شستشو هست و بالاخره سرش را شستشو می دهد. رسول صلی الله علیه و سلم چی فرمودن؟ الله اکبر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن دخترم. رسول الله دختران خود را خیلی دوست داشتن، همیشه اونها را با زیبایی صدا می کردن. فرمودن دخترم، نسبت به ابو عبدالله یعنی نسبت به عثمان و نیکی رفتار کن. یعنی از این حرکت تو خیلی خوشم آمد که در خدمت عثمان هستی، در کنار عثمان هستی، شما در کنار هم قرار دارید، به نیکی رفتار کن که اخلاق او از دیگر صحابه بیشتر به من شبیه است. الله اکبر. یک لحظه فکر کن که رسول صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین چی زیبا می فرمایند. اخلاق عثمان را شبیه اخلاق خود می دانند. میگن رعایت حال این را داشته باش که این نسبت به دیگر صحابه اخلاقش شبیه اخلاق من هست. سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه، این را همه میدانیم که وقتی کسی در راه دین قدم گذاشت مشکلات می آید سر راه. مشکلات بر انبیاء علیهم السلام بود، مشکلات بر صالحین، مشکلات بر اولیای خدا، مشکلات بر انسانهای مؤمن و متقی و پرهیزگار. الله سبحانه و تعالی سیدنا عثمان را به ابتلا و آزمایش قرار می دهد، چون این قانون الهی است که انسان در مقابل مصائب و مشکلات باید صبر داشته باشه، استقامت داشته باشه. سیدنا عثمان وقتی ایمان می آورن، عموی سیدنا عثمان ابن عفان که حکم ابن ابوالعاص هست، حکم ابن ابوالعاص سیدنا عثمان را حبس میکنه، شکنجه میکنه و او را با طناب محکم میبنده و میگه دنبال محمد را رها بکن. سیدنا عثمان ابن عفان همه شکنجه ها را به جان و دل میپذیرد. در زیر دست و پای عموی خود حکم ابن ابوالعاص شکنجه می شود، ولی از راهی که روان شده یک لحظه هم عقب نشینی نمی کند. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی این وضعیت را، خصوصا بعد از شهادت حضرت سمیه و حضرت یاسر، وقتی اینها شهید میشن، رسول صلی الله علیه و سلم دستور هجرت میدهند و برای مسلمان ها اجازه میدهند که شما بروید به طرف سرزمین حبشه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند لو خرجتم الى الحبشه فان بها ملكا صالحا لا يظلم عنده احد. اگر شما بیرون شوید و به طرف حبشه بروید، در اونجا پادشاهی است که به هیچ کس در آنجا ظلم صورت نمیگیره. مسلمان ها حرکت میکنن طرف حبشه به هجرت، جز این مهاجرین سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه به همراه سیدنا رقیه رضی الله عنها. سیدنا عثمان هجرت میکنن همراه خانواده خود به طرف حبشه. قرآن چی زیبا می فرماید والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا
لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. الله اکبر. کسانی که مهاجر شدن به خاطر الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه به ایشان ظلم صورت گرفت، یعنی در مکه بر اینا ظلم صورت گرفت و اینها هجرت کردن، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، ما برای از اینها در دنیا زیبایی ها میدیم، خوبی ها میدیم، ارزش ها میدیم، جایگاه میدیم، مقام میدیم، همه چیز، همه خلاصه راحتی دنیا. لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، در دنیا برای از اینها حسنه داده میشه، زیبایی ها داده میشه. ادامه آیه چی میفرماید؟ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا یعلمون. پاداش این مهاجرین در آخرت خیلی بزرگتر هست. لو كانوا یعلمون، اگر بدانن. الله سبحانه و تعالی برای حضرت عثمان و برای حضرت رقیه و سایر مهاجرین در دنیا حسنه میده و پاداش اینا در آخرت بزرگتر هست. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. بگو ای پیامبر، بگو برای بندگان من، برای آنهایی که ایمان آوردن، بگو که بترسید از پروردگار خیش. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. اینهایی که هجرت کردن، اینهایی که خانه را ترک کردن، اینهایی که زندگی را ترک کردن، اینهایی که وطن خود را ترک کردن، اینهایی که سرزمین کفر و شرک و دلالت و گناه و معصیت را ترک کردن، حالا رفتن و بالآخره کجا؟ و ارض الله واسعه، زمین خدا وسعت داره، وسیع هست. ترک کنید سرزمین کفر را، سرزمین شرک را، سرزمین معصیت را، بروید و ارض الله واسعه. ادامه آیه می فرماید انما یوفی الصابرون. خیلی مهمه. حالا هجرت، غربت، تنهایی، فقر، مشکلات، دوری از خانواده، دوری از وطن، دوری از اقوام و خویشاوندان، دوری از کار و معامله، دوری از همه راحتی ها، همه اینها را انسان که ترک بکنه به خاطر الله صبر میخواهد. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله سبحانه و تعالی پاداش صابرین را بی حساب میدهد. پاداش عثمان ذی‌النورین، پاداش رقیه، خانواده عثمان، اهل عثمان، الله سبحانه و تعالی برای اینها پاداش اینها را بی حساب میدهد. سیدنا عثمان هجرت میکنن به سوی حبشه و در کنار مهاجرین در حبشه قرار دارن و تا این که وقتی میشنون که در مکه حضرت عمر مسلمان شده و بالآخر مسلمان ها زیاد شدن و حتی میشنون که اهل مکه کلن و بیشتر و اکثریت دعوت رسول الله را پذیرفتن و از این طریق پس برمیگردن به مکه مکرمه و میبینن که وضعیت هنوز تغییر نکرده و بار دیگر عزم و اراده هجرت را میگیرن. یعنی این اولین هجرت سیدنا عثمان بن عفان به طرف حبشه بود. این بود به طور خلاصه و فشرده جایگاه سیدنا عثمان بن عفان قبل از اسلام و همچنین پیرامون اسلام آوردن سیدنا عثمان و پیرامون ازدواج سیدنا عثمان بن عفان با رقیه دختر نبی کریم صلی الله علیه و سلم و همچنین هجرت عثمان بن عفان به طرف حبشه و اولین هجرت با همراه خانواده و با همراه اهل خود به خاطر الله سبحانه و تعالی وطن و دیار را ترک کردن. پاداش اینها به نزد الله است و میگوید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله سبحانه و تعالی برای ما هم توفیق بده که ما هم مهاجر بشیم، هجرت بکنیم. اگر سرزمین کفر را ترک کرده نمیتوانیم، ولی میتوانیم که گناه و معصیت ترک بکنیم، بریم به طرف طاعات و عبادات پروردگار عالم. تا برنامه بعد
که انشاءالله باز هم ادامه بحث پیرامون شناخت و زندگی سیدنا عثمان بن عفان هست. شما را به خدای یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.